به نام خدا خدمت بینندگان عزیز دوستان ورزش با افتخار کشتی سلام عرض میکنم. از زاگرب آرنای کرواسی افتخار داریم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. شما عزیزان رقابت ها را دو شبکه 3 و شبکه ورزش مشاهده میکنید. از سلام ادب خدمت بینندگان شبکه 3 و شبکه ورزش و امیدوار هستم که گزارش‌های بنده حقیر همراه باشه با پیروزی دلارمرد کشورمون رحمان عموزاد که با باند قرمز شما از مشاهده می‌فرمایید. رحمان عموزاد و سمت چپ تصویر درآور از خطه پهلوان خیز مازندران خلیل شهر مازندران در آورگاه مسابقات جهانی در زاگرب کرواسی. رحمان عموزاد پلنگ سیاه مازندران در مقابل یه سامورایی به نام کیوکا که برای زیرگیری اقدام میکنه از مچ پا، یا زیرگیری از مچ پا هم میکنه که خاک کنه. رحمان هم میره برای کنده کشی، همچون برق و باد به پارسی میره کنده رو بالا میاره. دو امتیاز حالا رو میکنه از همونجا رو میکنه و خاک میکنه. هنوز خاک نکرده. یک بار دیگه به پل میزنه حریف خودش رحمان دلاور. حالا به دنبال کنده کشی دیگه این کنده رو بالا بیاره 4 امتیازی خواهد شد. کنده رو یک بار دیگه سعی میکنه بالا بیاره، به دنبال کنده کشی است. حالا کنده رو راه میکنه و پا رو در سگک میکنه میره. سگک به یک لحظه سرتکی مخالف میتونه 4 امتیاز داشته باشه. داور وسط 2 امتیاز میده. 6 بر 0 کولاک میکنه در ابتدای کار. جنگنده و جسور بیباک تا این لحظه سامورایی ژاپن رو به زانو در آورده. رحمان بیرحم 6 بر 0 به نفع کشتیگیر کشورمون. جنگنده جسور یک بار دیگه رو پرتاب میکنه خاک و 2 امتیاز. یک امتیاز برای کشتیگیر ما در نظر گرفته میشه. نظرشون میده که دو بنده قرمز پاشد تو خارج شده. قاضی یک امتیاز برای قرمز میده. داور وسط به دستوش تایید نمیکنن. فعلا تابلو امتیاز 6 بر 0 هست. 6 بر 0 طوفانی ظاهر شده. جنگنده و جسور با حملات کوبنده، با غیرت ایرانی، با تعصب ایرانی اومده تو یه مدال طلا بگیره. فینال المپیک تکرار شده. این فینال در المپیک پاریس سال گذشته برگزار شد. کیوکا موفق شد کشتیگیر ما رو شکست بده. حالا رحمان عموزاد اومده تا انتقام اون شکست رو بگیره و تا این لحظه مردانه و جانانه مبارزه کرده. همچون برق و باد حریف رو به پل زد و موفق شد 6 بر 0 از این کشتیگیر پیش بیفته. رحمان عموزاد همچنان در سرشاخ. رحمان عموزاد در سرشاخ سعی میکنه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. یک بار دیگه رفت خارج میکنه. یک امتیاز دیگه میزنه زیر کتفای حریف خودش. اخطارم میتونن بدن. یک امتیاز که داره. حالا باید اخطار هم بدن. میبینیم اخطار هم داده میشه. بله اخطار هم داده میشه. حالا 8 بر 0 میشه. خدای من 2 امتیاز دیگه بگیر دلاور و کار تموم کن. رحمان دلاور نازنین پهلوان جانانه مبارزه میکنه، مردانه مبارزه میکنه با غیرت ایرانی و تعصب ایرانی. حملاتش کوبنده برقاسا. یک بار دیگه در تلاش از پلنگ سیاه مازندران رحمان عموزاد تا اینکه بتونه یه 2 امتیاز دیگه بگیره و سامورایی ژاپنی رو به زانو در بیاره. کیوکا قهرمان المپیک از کم کشتیگیری نیست، اما تا این لحظه برای زیرگیری از مچ پا خاک تمام. خدای من خاک تمام. نه هنوز خاک نکرده. مچ پا رو بالا میره. هنوز خاک نکرده. میره بعد کنده کشی. کنده رو بیاره بالا. تمام خواهد شد. یک کنده تمام خواهد شد. این دو کنده رو میشه تمام. 2 امتیاز تمام. حالا میره به پل میزنه. بعد 2 امتیاز میدن و تمام میکنه کارو. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. دلاور ایران، ماندگار ایران، عشق ما ایران. یه طلای ناب تقدیم به ملت عزیز ایران، تقدیم به مازندرانی های کشتی دوست، تقدیم به خلیل شهریا، به شهریا، همه از اونم که قلبشون برای ایران عزیز میتپه. عزیزانم در سراسر کره زمین یه مدال زیبا 10 بر 0 فینال شکست میده. 10 بر 0 رحمان عموزاد 10 بر 0 انتقام اون شکست رو میگیره. رحمان دومین طلا رو کسب میکنن دلاور مردان ایران عزیز. حرکات واقعا جانانه مبارزه کرد. خسته نباشی دلاور. خدا قوت پهلوان. خدا قوت نازنین پهلوان. چه دلاوریه. خدا نگهدار دلاور. آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت دم زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان
بله چقدر غرورانگیز، چقدر با اقتدار. این کشتی رو رحمان عموزاد پیروز میشه. تبریک میگم به شما هموطنان عزیز. چقدر بزرگی میکنن مردان کشتی کشورمون در کراواسی. حالا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم. گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم. من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشق